السلام علیکم و رحمت الله و برکات عزیزان. برکات و فتوحات و سعادت روز مبارک جمعه اقامتان باد. بله، در روز مبارک جمعه قرار داریم. سید الایام، روزی که برای انجام دادن عبادتش الله ذوالجلال مؤمنین را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرمایند: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. ای کسانی که ایمانی به الله آورده اید، ای مؤمنین، هنگامی که اذان جمعه داده شد خرید و فروش و تمام کار و بار دنیا را ترک سازید، برای ادای نماز جمعه بشتابید. این برای شما بهتر است اگر میدانستید. برای دوستانم، وظایف و سنت های روز مبارک جمعه: گرفتن ناخن‌ها، غسل یعنی حمام کردن، لباس های تمیز و پاکیزه به بر نمودن، مسواک و خوشبویی زدن، تلاوت سوره مبارکه کهف و اشتراک در نماز جمعه. البته بیشتر درود و صلوات به آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرستادن. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد علیه الصلاة و السلام. بار دیگر برکات و سعادت روز جمعه به کامتان دوستان خوبم. بترسیبند از قهر الهی که ترسان است از وی